با اظهار خیلی تأسف برای که سرمایه‌های ملی کشور من دست کسیه که لیاقت چی بگم، لیاقتی هیچی رو نداره. سرمایه‌های ملی مملکت من، مغزای مملکت من حراج موجودی شده که برای نفس کشیدن خودش حاضر هر جنایتی بکنه. آقا حرومزاده، من به تو چه کار داشتم؟ یک زن 60 ساله بازنشسته تأمین اجتماعی که 30 سال تو کارخونه ها تا 18 ساعت 17 ساعت مغنمو خیس می‌کردم، میخوابیدم، بیدار میشدم، فقط فکر می‌کردم که خانواده‌مو تامین کنم. یک همسر از کار افتاده داشتم، 15 سالم هست ایشون مرحوم شده. 30 سال توی خونه با آبرو زندگی کردم، کسی جرئت نداشت اسم منو ببره. حرامزاده، ایمپلنت ضد جاسوسی، تزریق انگل، هم چیز لیسای خودت حرامزاده. میگفتن اینجا برامون ریدن، بعد باز اون که دیگه میگفت نه، از گوش میخواستن که خدا بشرا رو ارضا کنن. خاک عالم تو سرت حرامزاده، مردک دیوانه سادیسمی، حرامزاده. چی میخوای از جون این ملت؟ چی میخوای؟ من که اصلا چیزی نیستم، اصلا به من کار نتونستی ببخشید گوی گوخون منو بخوری. خب ولی یه چیزی بگم، هرچی هم جنایت کردی، از تجاوز و از قتل و کشتار و از آواره کردن مغزهای کشور من و از حراج کردن تمام سرمایه‌های ملی من، در نهایت چیکار کردی؟ برای دقیقه به دقیقه نفس کشیدن خودت قتل و غارت کردی. کل خروجی توی یه روز توی این شهر وقتی کسی راه میرفت یک آخوند میدید میترسید که بی احترامی بشه، گزش کم جلو بزنه. امروز منفورترین موجود کره زمینه، این خروجی توه. نگران دین که معلومه نیستی، نگران چی میخوای باشی؟ خودت میگی هر کاری که کردی ناز شستت بعد شم که کله مرگتو میذاری، یا میگی کسی نمیتونه اثبات کنه. کی تا حالا کسی جنایت کرده نشده اثبات کنه؟ ها؟ چه فایده کرده بهت؟ برگرد به گذشته، دقیقه های تو بوده. پات لب گوره، کی میخوای دیگه برگردی؟